السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب دوستان بخیر. دوستان گرامی، میخواهم براتون یک قصه که خودم شاهد این حالت بودم براتون بکنم. یک وقت در دوشنبه در یک جنازه ما را دعوت کردن، خواستیم برای ادای نماز جنازه رویم. وقتی که رفتیم ما از سبب وفات همین میت پرسیدم که سببش چی بود، آیا بیمار بود، و کدام سبب از دنیا گذشت. بعضی از خویش و نزدیکان این میت قصه کردن، گفتن این خویش ما، این اکه ما بیماری دل داشت. یک چند وقتی در شفاخانه خواب بود. وقتی که جوابش دادن، خانش میآید، در خانش دسترخوان میکنه، همسرش میگه یک آش که، یک طعام آماده که، و میره عرق میاره. رفیقاش جمع میشوند، سبوتیلنیکاش، آش هم میخورن. بعد از آش شرابهای مسکننده را مینوشن. بعد این مرده که خوابش میبره، یک مدت خواب میروه. وقتی که از خواب میخیزه میبینه که رفیقاش دست و پای همسرش محکم گرفتیان و تجاوزش دارن، یعنی تجاوز در ناموسش دارن. وقتی که این حالت میبینه، خودش مردی بیمار دلکسل در همون جاش دلش از کار میمونه و وفات میکنه، میمره. بله دوستان گرامی، هر کدام شما همین خیلی قصه ها میدانین. شرابی مسکننده را نوشید، مادر خودش به قتل رساند، فرزند خودش به قتل رساند، با کودک نابالغ دست درازی کرد و تجاوز کرد و او را به قتل رساند. شرابی مسکننده را نوشید، با خواهر خودش زنا کرد. همین خیلی قصه ها هر کدام شما زیاد شنیدین. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم ایرا ام الخبائث گفتن، مادری تمام پلیدی ها، تمام بدبختی ها. حتی آنی که شراب می نوشه، شراب های مسکننده را می فروشه، پول میته، یک نفر میگه برای شرابی مسکننده خمر بخر. کسی که او را حمل میکنه در ماشین خودش میبردارش، یا در عربه یا در دستش میبردارش. کسی که در دسترخوانی که در اون دسترخوان شراب های مسکننده هست، همه اینها را پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند. پس دوستان گرامی، از این مجلس ها دور شوین. در مجلسی که شرابی مسکننده هست، در او هیچ خیری نیست. این زهر است، زهر قاتل است. میکشد آسته آهسته میکشد. و این در شریعت اسلام با نص صریح قرآن، با سنت پیامبر، با اجماع امت اسلامی حرام است. الله سبحانه و تعالی در قرآن ایرا ریجس میگه، یعنی پلیدی، گناه بزرگ، من عمل شیطان. این عمل شیطان است، سلاح شیطان است که با این سلاح خود شما را بدبخت میکنه. فجتنبوه، فوراً ایرا ترک کنین، فوراً ایرا ترک کنین. الله در خاندان شما خیر و برکت زیاده گردانه و این پلیدی ها را از خانه شما، از همسر و فرزندان شما دور گردانه.